با پایگاه تحلیل خبری پیام توسط پیام رسانی ایما نواری دسترس شد که در آن از جانب شخصان نامعلوم که با زبان روسی با لحن تند کوچکی حرف میزنند یک نفر لطوکوب می شود. هنگام لطوکوبی بیرحمانه از لطوکوب شونده چندین بار به تکرار پرسیده می شود که از کدام ملت است. نهایت مردی لطوکوب شده ایستاده خودش را تاجیک معرفی می کند. Пырнули хачика ножом. Давайте, парни. Разверните его, чтоб, блядь, было видно, طوری در نوار دیده می شود آزاردهندگان چندین بار با بدن این تاجیک کارت می زنند و حتی خونی در کارت آلوده شده را نمایشکارانه به دوربین نواربرداری نشان می دهند. در نوار حتی آواز زنان شنیده می شود که می گویند چرا اینجا آمدی؟ از خانه‌ات نبارآمده می نشستی؟ به این حال گرفتار نمی شدی. منبعی که نوار را به پیام فرستاد به شرط افشا نشدن نامش گفت این حادثه شب 20 اوگوست تقریبا ساعت 23 در شهر مسکو روی داده است. باید گفت این بار اول نیست که مهاجران تاجیک از جانب ساکنان تهجایی و خصوصا تا سرها لطوکوب می شوند و حتی به قتل می رسند. کارشناسان مسائل مهاجرت بر اینند که سبب اصلی به طور بی‌سابقه تحقیر شدن مهاجران تاجیک پیش از همه دفاع حقوق نداشتن آنها از جانب حکومت تاجیکستان می باشد. در چنین حالتها اکثر وقت نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در روسیه خاموشی را پیشه می کنند. برای آنهایی که به چنین روزهای مدهش گرفتار می شوند هیچ یک یاری از جانب سفارت یا حکومت تاجیکستان رسانیده نمی شود. این است که به مهاجران تاجیک همچون یک ملت بی صاحب مناسبت می کنند.